بنده با طاعت پروردگار و روی آوردن به پروردگار از دیگرها بی حاجت می شود و این اخلاص عمل برای الله سبحانه و تعالی اصل دین و تاج سعادت و تاج عمل است. اخلاص عمل به سوی الله و معنای عملها را خالص برای رازگی پروردگار اجرا کردن، عمل بی نهایت عزیز و قیمت و بی نهایت گران است. اخلاص العمل لله اصل الدین، اصل شریعت، عملها باید خالص برای پروردگار اجرا کرده شود. تمام عملها، تمام عبادات فقط برای دریافت رازگی الله سبحانه و تعالی. همراهی پروردگار کسی باید در عبادت بنده شریک نشود. این اصل دین است و تاج عمل است. تاج عمل و هو عنوان الوقار. اخلاص این عنوان وقار است. وزنینی و سمو الهمه، سمو الهمه عالی همتی است. اخلاص این عنوان عالی همتی است و رجحان العقل و وزنین بودن عقل است. کسی که صاحب اخلاص است او گفتن شخصی با عقل است، دلالت به وزنین بودن عقلی او می‌کند. و طریق سعادت، راه خوشبختی، این با نیت خالص ادا کردن عبادات است. راه خوشبختی با نیت خالص ادا کردن عبادات است. در حقیقت الله سبحانه و تعالی جناب پیامبر خود علیه السلام را در چند جای قرآن تاکید می‌کند که پیامبر با عملهای خود فقط رازگی الله تعالی را بخواه، غیر الله تعالی را نخواه، خالص برای الله تعالی عبادت کن. حالا که پیامبر خدا واقعا شخص مخلص و خالص عبادت کننده بود. چی گفت خدا؟ فاعبد الله مخلصا له الدین. الله تعالی را عبادت کن خالص برای او، همراهی پروردگار شریک نبیار. در جای دیگر پروردگار گفت قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. ای پیامبر برای مردم بگو که من امر شدم از جانب خدا که الله تعالی را خالصا لله عبادت کنم. خالص به معنای تازه، 100% تازه، خالص. خدا میگه که لبنان خالصا، شیر خالص میگه. شیری که ایران شیر که افلاسی و سیاهی به داخل آن نرفتیده است، شیر خالص است، سبسفید. یعنی عبادت باید به سوی پروردگار همین گونه باشد، آمیخته نباشد با چیز دیگر. هم الله تعالی را، هم دنیا را، یا هم خودنمایی و ریاکاری و برای مردم شده عمل کردن باید نباشد، خالص برای الله تعالی باشد. در جای دیگر پروردگار قل الله اعبد مخلصا له دینی، بگوی پیامبر برای مردم که من الله را عبادت میکنم خالص او را، تنها او را، همراهی و چیزی دیگر شریک نمیبرم. فصلاح العمل من صلاح نیتی. گفتن که درست بودن عمل و قبول شدن عمل وابسته به درست شدن نیت هست. به عمل شما پروردگار نظر نمی کند، به نیت شما نظر می کند. برای پیامبر خدا گفته که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى عملكم. الله تعالی به صورتهای شما نظر نمی کند و به عملهای شما نظر نمی کند، ولیکن به قلوب شما، به دلهای شما نظر می کند که با این عمل خود چرا می خواهید، مقصود شما چی است. و صلاح نیت به صلاح القلب. نیت کدام وقت درست می شود؟ همه وقتی که دل که اداره کننده نیت هست، منبع جای خانه نیت که قلب هست اونجا تازه باشد، قلب صالح، قلب سالم باشد، در آنجا کارهای نرز می شود. قلب اگر سیاه باشد، قلب زنگ زده باشد،
از آنجا نیت نیک برآوردنش امر محال است. و اصل قبول الاعمال عند الله الاخلاص و المتابعه. اصل قبول عملها در پیشگاه پروردگار این دو چیز است. کدام عمل شما در پیشگاه پروردگار قبول میشه؟ کدام نماز شما، کدام صدقات شما، کدام عملی خیر شما در پیشگاه پروردگار قبول میشه؟ دو شرط دارد. یکی اخلاص، دیگری متابعت. اخلاص همون عمل شما خالصا برای الله باشد. دومینش موافق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. بنابراین حضرت ابن مسعود میگه لا ينفع قول و عمل الا بنیت. عمل و سخن فایده نمیدهد مگر با نیت. اگر نیت خالص باشد ثانی فایده میدهد. ولا ينفع قول و عمل و نیت الا بما وافق السنه. نه قول نه عمل نه نیت فایده نمیدهد مگر موافق سنت باشد. نیت خالص باشد و عملی که البته مخالف سنت پیغمبر باشد او هم قبول نمیشه. حتی یکون خالصا صوابا، حتی عمل خالص برای راضی پروردگار باشد و موافق شریعت باشد، مخالف شریعت نباشد. عملی که مخالف شریعت از خدا امر نکرده است، پیغمبر امر نکرده است، خالص برای دریافت راضی خدا بودن قبول نیست. این چنین عمل موافق سنت پیغمبر باشد و مقصد شما دریافت راضی خدا باشد باید قبول نیست. اخلاص و پیروی به سنت پیغمبر این دو شرط قبول است. ببینید سخنی ما که در اطراف اخلاص هست، اگر اخلاص نداشته باشید عمل شما قبول نیست. بنابراین و اخلاص و عزیز فی جانب العبادات. اخلاص بی‌نهایت چیز قیمت است در جانب عبادات، علل خصوص در جانب عبادات. در عبادت ها اخلاص کردن، خالص الله را نیت کردن از عبادت خود بی‌نهایت مشکل است. ابن الجوزی رحمت الله علیه در کتاب سعید الخاطر گفتند که ما اقل من یعمل لله خالصا. بسیار شخصیت هایی که در عبادت خالص کار میکنند کم است. ما اقل کم است شخصیت هایی که در عبادت خالص و الله تعالی شده عمل میکنند و عبادت میکنند در بین بنده ها کم است. لأن اکثر الناس یحبون ظهور عباداته. زیرا اکثر مردم دوست می‌دارند که عبادت آنها آشکار شود، همدامند. علی همین سبب بیکار شدن عمل و قبول نشدن عمل. ابن رجب رحمة الله علیه در کتاب جامع العلوم و الحکم خود گفتند الریاء المحض لا یکاد یصدر من مؤمن فی فرض الصلاة و الصیام. ریای محض، ریای خودنمایی، یعنی نشان دادن عمل خود برای مردم، برای خدا نه، نماز گذاشتن یا خیر کردن، برای مردم بینن، حج کردن، برای مردم سخن کنند، حج کردن، حاجی‌گویت یا آبرو گیریم، این نیت ها ریا هست، این کارها ریا. گفتن که الریاء المحض، ریای 100% قریب که این گپ ببینید که سخن واقعا از علماها صادر میشه. الریاء المحض، ریای محض یعنی ریای 100%، خودنمایی 100%، لا یکاد یصدر من، قریب که صادر نمیشد از مؤمن، از مسلمان صادر میشد. مسلمان درجهش پس از مؤمن. لا یکاد یصدر من مؤمن، قریب که صادر نمیشد. با گفتن که ریای محض گفتن، ریای 100%، یعنی ریای 80 90 70% ریاچه شدنش ممکنه. ریای 100% قریب که از شخص مؤمن صادر نمیشد در فرض نماز و در فرض روزه گفتن، در نافله‌هاش صادر میشد. یعنی مؤمن درجهش از مسلمان خیلی بلند است، لیکن با وجود همین ریای 100% از مؤمن قریب که صادر نمیشد در دو تا عمل، فرض نماز و فرض روزه ماه رمضان و در فرض‌های در سنت‌ها، در نماز ویتر، در نماز تهجد، در نماز تحیات مسجد، این چیزها از مؤمن ریا صادر میشد، ریا اجرا میشد، ریاکار است فرمایه. همین دو عبادت، فرض نماز و فرض روزه و از مسلمان‌ها صادر میشد، از مؤمن‌هایی که درجهشون بالاتر از قریب که صادر میشود، قریب که صادر میشود. با همین حرف ریای محض، ریای 100% قریب که صادر میشود. این سخن بسیار خطرناک است.
آدم مومن برعرض میبرد که واقعا سخن درست است. ثانی گفتن و قد یستر فی الصدقه، ریا از آدم مومن در صدقه جاری میشد. وقتی صدقه در ریا پیدا میشد، خودنمایی دلش میگیرد. صدقه الواجبه، زکات فرزنده میگیرد، زکات دهنده. ولی حج هم میگیرد بودگی گفت. اکثر حاجی‌ها برای ریا حج میکنند. نعوذ بالله. و غیرهما من الاعمال الظاهره. چون از کجا معلوم میشه؟ هم مهمشون حجم چه شود، موافق شریعت شود نه. هم مهمشون از حج بیاییم چگونه حاجی تویی میکرده باشه، چگونه مردم پیشواز میگرفته باشه، همین چیزا که آورد مشاهده این است. تلفن میکنم فلان روز با عدستا گفتم باید نماز بخونم چه خیلی حاجی، فلان روز با کامera چی گفتم همین مهم باشه. این ریای معروف، این خالص شرکی به خداست. این حج قبول نیست. تا آدمی که همین حج کرده باشه حج اسلام نکرده است، گشته حج اسلام کنه. گفتن زکات بس ریا میدارد، خودنمایی زکات فرض میدارد. مومن میگه درباره مسلمان ها بسیار وضعیتشان از بین. و غیرهما من الاعمال الظاهره، غیر حج و زکات دیگر عملهایی که مردم میبینند. خیلی از شخصهای مومن ریا صادر میشد، ریا خودنمایی پیدا میشد، یا اینکه اون عملهایی که فایدهش به دیگرها میگذرد، اون عملها قریب که همش ریا از شخصان مومن صادر میشد. فإن الاخلاص فيها عزیز، خالصا لله عمل کردن در این کارها به نهایت قیمت است. و بعضی ببینید وقتی که خیر و صدقات میکنه، کامیراها که خیر و صدقات مطلقا خالص میکنه. ببینید چه علما اخلاص میکنن و حتی بعضی علما بعد وفاتشان خیرات اونها معلوم میشه. حضرت زید بن العابدین نبی پیامبر خدا وقتی که از دنیا گذشتن، تخت پشت ایشان بسیار اصلی لینگه بود. هر شب در این کمبغل‌ها تختر میشد. وقتی که میبرامد در زیر در آرد و روان و هر چی میافتند، صاحب خیر نمیافتند. روزی که وفات کردن، اون شخصیتی که غاسل میت را میشوید، این اثر را در قفایش میبیند. از همان شب اعتبارا دیگر خیرات کم میشد. مردم میفهمند که این کس که بوده است زین العابدین. مقصد از این عملها فقط رازگی دریافت پروردگار. اون به اون کمبغل شما یعنی یه آب داده دعوای دیگه چی داره؟ خودش کمبغل، اون محتاج است. اعضای برای شما چی فایده نیست. پروردگاری که شما را امر کرد که خیر کن و خیر کردن خود را در نزد خودت قرض دادن به پروردگار قبول کن، گفته است او مکافات شما را می‌دهد. پس برای چی؟ برای رازگی مردم، برای ثنای مردم، برای دریافت رازگی مردم با پول مردم خیر کرده آبروی فهم می‌خواهید. و هذا العمل لا يشك مسلما وحابط. کدام عملی که برای دریافت رازگی مردم باشه، اون عمل حبطه است، بیهوده است، فایده ندارد، ثواب ندارد. و ان صاحبه یستحق المقت من الله والعقوبه، صاحب آن عمل نه فقط محروم از اجر و ثواب است، بلکه سزاوار غضب خدا است. کسی که برای رازگی غیر خدا عمل صالح میکند، کاری خیر میکند، با مقصدی رازگی مردم یا غیر خدا برشده که باشه، اون عمل حبطه هست، فایده ندارد. بعضا میگیم صاحب آن عمل سزاوار غضب پروردگار است. در حقیقت بعضی علماها کتاب‌های خود را با حدیث انما الاعمال بالنیات شروع کردند. عملها وابسته در نیت است. پیغمبر خدا از جمله امام بخاری که کتابشان در دنیا از روزی که خدا آدم را آفرید تا روز قیامت بهترین کتابی که مخلوق جمع آوری کرده است و محصول مهنت بشر هست، کتاب اولین درجه کتاب صحیح بخاری می‌ایستد. اولین حدیثی که در کتابشان ذکر کردن انما الاعمال بالنیات. پیامبر خدا گفتند که نتیجه عملها وابسته بر نیت است. نتیجه عمل، مکافات عمل وابسته بر نیت و زیبایی عمل و بزرگی عمل نه. شما مسجدی ساخته 1 میلیارد آدم‌ها در اونجا نماز می‌خونن، بی‌نهایت مسجدی که در دنیا نیست.
واقعا مبلغ زیاد، عمر زیاد، جهد زیاد صرف کرده شد، ولی با مقصد خودنمایی یا با مقصد نام در تاریخ مامد. این انسان ریاکار است، خودنما است، صاحب غضب پروردگار است. این عمل به درگاه پروردگار قبول نمیشه. بنابراین پیغمبر خدا گفتن که نتیجه و مکافات عمل وابسته به نیت است، نه وابسته به عمل و به بزرگی عمل و به زیبایی عمل، به زیبایی نیت. الله تعالی به قلب بنده نظر می‌کند. چندین علما، امام نووی در کتاب اربعین خود، در کتاب ریاض‌الصالحین خود، در بدوی رحمت الله علیه در شرح السنه و مصابیح السنه، محدثی در عمدة الاحکام، همه این علماء کتاب‌هاشون رو با حدیث انما الاعمال بالنیات شروع کردن. هم نصیحت به خداشون و هم نصیحت و آگاهنامه به اون شخصی که کتاب میخوانه. با کدام نیت کتاب میخوانید؟ وقتی که یکم حدیث میخوانید، اون شما خاطر رسان میکند که کتاب شرعی انسان باید برای راضی الله خواند. کسی برای الله میخواند فایده ندارد، بلکه گناهکار میشود. خود مصنف هم با نیت خالص کتاب نویسد. وقتی که امام مالک رحمت الله علیه کتاب موطأ نوشتند، مردم گفتند که کثر الموطئات، همه مردم با موطأ گفته کتاب نوشتند. نام کتابشون موطأ مونده. آدم‌ها میخوان تقلیدکار یک کارا کنید، هم همسایه‌هاتون هم کار میکنن. موطأ نوشتند، مردم هم کتاب نوشتن، نامش موطأ مونده. مردم اومدن دیگه کثر الموطئات، این موطئات بسیار شد، ما کان لله سیبقی. اون کتابی که خالص برای خدا نوشته شده باشد میماند. من امروز غیر موطأ مالک دیگر کتاب نیست، همش از بین رفت. نه اون کتاب ها، نه نامهای مصنفاتش ها، همین گونه کدام کتابی که بنابراین که از سبب‌های بزرگ شدن کتاب امام بخاری، این بعض علما میگن که خالصا لله بودن نیت امام بخاری. به نهایت در این باب اونها اجتهاد و غیرت زیاد داشتن. سفیان ثوری میگه که من عندش شیء اشد علی منه، یگان کمبودی و گناه را معالجه نکردم که سخت‌تر و مشکل‌تر باشد از ریای خودنمایی. بسیار در این باره عذاب کشیدم. هر عملی که میکردم کوشش و غیرت میکردم که خالصا لله برای راضی پروردگار باشه. چون که قلب گفتم که از کلمه قلب یقلب تقلیبا که سرگردان میشود، دعوا میزند به این طرف و به آن طرف. بنابراین نیت گفتم تغییر یافته بیستم. بنابراین باید در عمل انسان راضی فقط پروردگار اراده بکند. پیغمبر خدا گفتن، الله تعالی در حدیث قدسی گفت انا اغنی الشرکاء عن الشرک، من بی‌حاجت ترین شریک ها در شریکی. یعنی اگر انسان عملی شریکی کند، چند نفر، 3 نفر، 4 نفر، بعد مکافات آن را بین شریک ها تقسیم کرده می شود. هر یک شریک می خواهد که مکمل‌تر و زیادتر فایده گیرد از شریک خودش. یعنی می خواهد که مال او به شریک خودش برود. پروردگار میگه که من بهترین شریک ها و بی‌حاجت‌ترین شریک ها، کسی که یک عمل را اجرا کند برای من شده و کسی دیگر را هم برای من شریک بیارد، یعنی در یک عملش دو کسی اراده کند، هم راضی خدای خواهد، هم راضی کمی راضی فلان دیگر را خواهد، ترکته و شرک. من همه عملها را به شریک می‌کنم. یعنی نه الله عمل کند، 99 فایدهش برای راضی خدا، یک فایدهش برای راضی فلانی. خدا میگه که من همش برای شریکم می‌کنم. اینا روز قیامت وقتی که من از خدا میاد، خدا میگه تو چیکار کردی؟ بنده میگه که در دنیا فلان کارها رو خیر کردم. ثانی الله تعالی میگه که آیا تو برای دریافت فلانی نکردی؟ بنابراین از این مکافات خود را از او بگیر. از شریکم، یعنی پروردگار از آن عملی که به خدا دیگر نه شریک آورده شده است بیزار است. بنابراین در اسلام عبرت به زیاد بودن عمل نیست، فقط عمل هم زیاد شود لیکن با نیت خالص باشد. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. یهودا و نصرانی ها هم امر نشدند
مگر به آن امر شدن که الله تعالی خالصا لله عبادت کنند، خالص برای دریافت پروردگار عبادت کنند، دیگر کسی به چیزی را به پروردگار شکایت نکنند. عمل اگر بسیار باشد لیکن خالصا لله نباشد، صاحبش را وارد آتش دوزخ می‌گرداند. خدا در سوره فرقان می‌فرماید: وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما عملهای آنهایی که به الله تعالی دیگر کس‌ها یا چیزها را شریک آوردند مانند خاکی میده کرده شده و در روز طوفان چاش و پاش کرده گرداندیم که دیگر جمع هم کرده نمی‌شد و دیگر از او ساخته هم نمی‌شد. عملهای کسی که به خدا شریک می‌گیرد بیهوده و حبطه کرده. خب باید بنده در کدام عملها خالصا لله کار کند، کدام نوع عبادت‌ها را خالص برای خدا کند. بعضی انسان‌ها می‌گویند استاد گمان می‌کنند که اخلاص فقط در نماز است و در قرائت قرآن است و در عمل‌های بدنی عبادت مانند دعوت به سوی خدا در نفقه خیرات است و هذا غیر صحیح و این نادرست است. فالاخلاص واجب فی جمیع العبادات. اخلاص واجب است در تمام عمل‌ها. در تمام عمل‌ها انسان باید از آن عمل فقط رضایت پروردگار خود، حتی زیارت الجار، زیارت همسایه عبادت است. انسان باید برای دریافت رضایت پروردگار زیارت همسایه کند یا احترام همسایه کند. و این چنین صلة الرحم، دیدن خویشاوندان، پیوست کردن علاقه با خویشاوندان، نه برای دریافت پول و مال یا دستگیری، بلکه با رضا پروردگار عمل کرد، پیغمبر خدا عمل کردیم برای همین. و بر الوالدین که در این مسئله هم اکثر مردم اخلاص ندارند. نیکی به پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر، پدرم خفه میشد، مادرم خفه میشد اگر این روز زیارت نروند، نه، خالصا لله باید برای دریافت رضایت پروردگار، برای ثواب و نزد آنها را برای زیارت و نیکی کنند. فهذه مطلوب فیه الاخلاص. حتی نیکی کردن به زنش که در اکثر مسلمان ها دیده نمی شود، یعنی به زن خود، به همسر خود معامله نیکو برای دریافت رضایت پروردگار نمی کند. همین هم فقط رضایت الله خواهد، نه رضایت زن یا نه دیگر چیزه. و نیت خالص که خدا در قرآن امر کرده است که به همدیگر وعاشروهن بالمعروف، خدا میگه با همسرهاتون با معامله زیبا معامله بکنید. این هم برای الله شود که این بای مشد اگر برای قصد پدر و مادر و خویشاوندان و شکل و مالش شدنه یا برای طبیعتا نه، برای رضایت الله معامله میکنه. و هی من اجل العبادات، این در بزرگترین عبادت هاست. هر یک کاری که الله تعالی دوست می‌دارد و راضی می‌شود و عبادت است، باید در آن فقط رضایت الله حاصل شود، نه رضایت دیگر کس. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ولست تنفق نفقة تبتغی بها وجه الله الا اجرت علیها. هر یک نفقه‌ای که به همسر خود و فرزندان خود نفقه می‌کنید و مقصود تو از آن رضایت پروردگار است، مگر هم ثواب می‌گیرید. حتی ما تجعل فی امرأة، هر طعامی که به دهان زنت و همسرت می‌دهید تو ثواب می‌گیری اگر عبادت را نیت کنید. حتی طعامی که خودتون می‌گیرید ثواب می‌گیرید اگر خالصا لله. برای چی طعام می‌خورید؟ برای قوت گرفتن عبادت خدا کردن. در همه عمل‌ها انسان باید فقط رضایت پروردگار خواهد. اخلاص خودش چیست؟ ضابط الاخلاص ان تكون نیتك في هذا العمل لا تريد بها غير الله. تعریف اخلاص، ضابط اخلاص همین که از همین عملت فقط رضایت الله میخوای، غیر الله دیگر چیزی نمیخوای. مقصود تو از این عملی که اجرا کرده استادی اجر و ثواب از الله، رضایت الله، خوشنودی الله تعالی. الله تعالی از من راضی شود، خلاص شود. الله تعالی عمل کرده است، همچون اطاعت خدا، همچون عبادت خدا، همچون دریافت رضایت خدا این عمل را اجرا میکنم. لا تريد غیر الله، غیر الله دیگه کسی را نمیخواهی. ریا، خودنمایی، مردم شناور، آبرو یا نزدیک شدن به کسی. باید انسان‌های مثلا خدا گفت که
با مردم سخن نیکو بگویید و شخص پولدار معامله‌های زیبا، سخن‌های نیکو موافق سنت پیغمبر عمل می‌کنید و شخص کمبود و نادار موافق سنت پیغمبر نید. چون مقصدتان با این معاملات نزدیک شدن و فلانی شخصی باورینا که فلانی شدن هست. اون اول ثواب نداره. پیغمبر خدا و تبسم فی وجه اخیک صدقه گفتن. تبسم در روی برادرت صدقه است. تبسم در چهره پولدار ولی قواب در چهره کمبود این البته خالصا لله نه. مقصود شما ثواب گرفتن نیست، ریا است یا دیگر چیزی دنیا است. بنابراین حضرت فضیل بن عیاض گفتند که العمل من اجل الناس شرک، عمل کردن برای مردم شده شریک آوردن خدا. کسی که برای مردم شده یک عمل اجرا کند این شرک است. همون مردم رو به الله شریک آورد گویا خدا باشه. و ترک العمل لاجل الناس ریا، ترک کردن عمل برای مردم این ریا است. شما آمدید مقصدتان خیر کردن برای الله تعالی. نباید آدم رو ببینید این آدم بینه اگر خودنمایی میشه گفته که ستون بکنه با خیر نکنید این هم ریا هست. و اخلاص و یعافیک الله منهما، اخلاص همین که هر روشم خدا نجات یابد. بودنی مردم و نبودنی آنها هیچ نقشی نبازد. گویا آنها به منزلت اصحاب قبور، شخصی مرده هیچی فایده هم نمیدهد، ضرر هم رسانید نمیتواند، همین بوده اتفاق نمی‌افتد. فقط از در عملهایش الله تعالی را اراده کند. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. بگوی پیغمبر نماز من، قربانی من، زندگی من، ممات من، وفات من همه برای خدا است، برای پروردگار عالمین است، لا شریک له، شریک ندارد. و بذلک امرت و من به همین کارها امر شدم. اذا قوی الاخلاص لله وحده فی الاعمال ارتفع صاحبه الى اعالی الدرجات. اگر بنده عملهای خود را خالص برای راضی پروردگار کند مرتبه و درجه‌های بلند برداشته میشه. بنابراین ابوبکر ابن عیاش گفتند که من سبقنا ابوبکر بکثیر صلات ولا صیام. ابوبکر ما را با بسیاری روزه و با بسیاری نماز پیش نگذشت، ولکن بشیء ناقل فی قلبه، ولکن با چیزی که در دل داشت اخلاص داشت، عملها را خالص برای خدا میکرد. با همین چیز ابوبکر مرتبهش بالا شد. حتی ایمان ابوبکر و مرتبه ابوبکر اگر در ترازو گذاشته شود، تمام امت اسلام در ترازو گذاشته شود، از آن ابوبکر پیش میرود. بنابراین حضرت ابوبکر صدیق بعد پیغمبرها اولین آدمیزاد به جنت می‌رود حضرت ابوبکر صدیق است. به سبب ایمان به همین درجه‌های بلند، به سبب اخلاص عمل از عملهاش فقط راضی الله سبحانه و تعالی می‌خواست این درجه رفت. بنابراین عبدالله بن مبارک میگه رب عمل صغیر تعظمه النیه، گاه عمل خرد کوچک را نیت بزرگ می‌کند و رب عمل کبیر تصغیر النیه، و گاه عمل بزرگ را نیت خرد می‌کند. با نیت خودنمایی یک عمل بزرگ کنید، اون عمل بی‌فایده است، عمل خرد است در پیشگاه پروردگار. اون عملی که خرد است با نیت خالص است، اون عمل در پیشگاه پروردگار بزرگ است. پیامبر علیه السلام فرمود من تصدق بعدل تمرة بکسب طیب، کسی که گفتم با نیت خالص است پولی حلال نصف خرما صدقه کند. خرما مانند خرمای جاهای گرم است و خرمای جاهایی که در مدینه در کشورهای عرب می‌سبزد، اما خرمای پیامبر خدا گفتند که کسی که با نیت خالص نصف خرما صدقه کند، نصفش صدقه کند، الله تعالی با دست راستش قبول می‌کند صدقه. سالی می‌سبزاند، چه خیلی که یکی شما گوساله خود می‌سبزانید، پروردگار نصف خرمای همین خیر می‌سبزاند که حتی مانند کوه عظیم، کوه بزرگ روز قیامت می‌یابد. یک صدقه‌ش مانند کوه می‌یابد، نصف خرمای اگر خالص باشه. اون عملی خرد است و یک وقتی که نیت خالص است پروردگار بزرگ می‌شمارد. بنابراین بنده باید خالصا لله عمل کند. پیامبر خدا که در جنت شب اسراء و معراج یک شخصی را دیدم که سیر و گشت می‌کرد. پرسیدم که این چیکار کرده است؟
مثلا شاخ درختی که خار دارد براه برآمده است، گفته که والله لأنحینه عن طریق المؤمنین لا یؤذیهم، قسم به نام خدا این شاخ از راه مسلمان ها دور میکنم که خارش اذیت نتیت مسلمان ها است. همین خار بریده پرداخته است. همین عمل کردی وارد جنت شد. عملی خود است با نیت خالص، با نیت دریافت رازگی پروردگار. عمل کم باشد و خالص باشد برکت در آن است. عملی که بسیار بزرگ است و خالصیت ندارد، خالص برای پروردگار نیست، اون عمل صاحبش رو به آتش دوزخ می‌دراند. خب برای اخلاصمند شدن چگونه باید بنده عملها را خالص اجرا کند؟ شاید در صحبت‌های دیگر برای شما معلومات دهیم، لیکن برادران عزیز، دشمن اشدی انسان این شیطان است. مداخل الشیطان علی العبد عدیدة. مداخل درآمدگاه شیطان ها به انسان گوناگون است. وظیفه شیطان وارد دوزخ کردن تمام بشریت. فبعزتک لأغوینهم اجمعین. قسم به بزرگی پروردگار تمام فرزندان آدم را گمراه میکنم، وارد دوزخ میکنم، الا عبادک منهم المخلصین. غیر همون بنده‌هایی که عملهاشون خالص برای الله تعالی، اونها به قدرت هم نمیرسند. این فضیلت اخلاص. ثانی، مقصد شیطان که همراهی خودش به دوزخ درآوردن بشریت هست، و هر یک انسان باده علاهیده می‌دارد. مثلا گفتن به سوداگرها از باب ریبا، از باب پرتین خوری می‌دارد. همین راهکار سوداگر اگر چه مسجد ساخته است، اگر چه خیر کرده است، وارد دوزخ می‌کند، چون که او ریباخور است. احکام خرید و فروش نمی‌داند، احکام طلا فروشی نمی‌داند، احکام سیلفه یعنی پول عوض‌پولی نمی‌داند. اون احکام خطر ریبا دارد این عملها. به واسطه همین در تجارتش ریباخور و پرستخور می‌کند و او وارد دوزخ می‌کند شیطان. و ببینید نمازاش در جاش است، دیگر کارهاش همش به خیر است و به واسطه همین می‌دارد. زن‌های گفتن به واسطه زینت، شوهر خود با لباس‌های تاسیده و پوسیده در خانه بی‌زیب و ناشسته در کوچه فسان و خوشروی و عطر زده، پیغمبر خدا تا کلام زنی که به کوچه برای عطر زده به زیناکار است. از نزد مردم می‌گذرد، با بوی خوشبویش مردم شهوتش برمی‌انگیزد و زیناکار است. این زنها شیطان به همین واسطه در خود برای وارد دوزخ. به شوهر خود زیب و زینت نمی‌دهد، طلاواری‌هاش می‌ایستد سالش 12 ماه، فقط وقتی که به کوچه برآمد زیب و زینت می‌دهد. این نادرست است. باید خلافش رو بکنم. در کوچه تمام زیب و زینتش برای شوهرش کنند، در کوچه تمام اطرافش سطر با تمام پوشیده به کوچه برد. شیطان به همین واسطه گفتن اونها رو به دوزخ می‌برد. اما شخصان صالح و عبادت کننده، شخصیت‌هایی که در دین نور روشن آنها سفید شده است، آنها به واسطه ریا و آتش دوزخ می‌برد. خودنمایی. بنابراین پیغمبر رحمت الله علیه که و هو من اضر قواعد النفس و بواطن مکائدها یبتلی به یبتلی به العلماء و العباد و المشمعون. ریا بسیار گفتن عمل زشت است که این فقط عبادت کننده های خدا، بنده های خدا، شخصیت هایی که عرق نمی نوشند، زنا نمی کنند، دزدی نمی کنند، حرام کاری نمی کنند، همیشه در مسجد و در عبادات ها هستند. شیطان اینهای همین واسطه که به دوزخ می‌برند. خودنمایی، دیگرها ببینند که ماشاءالله فلانی نماز زیبا دارد، ذکر زیبا دارد، خیرات بسیار دارد، پرهیزگاری دارد، همیشه در مسجد است. همین چیزهای دلش کنه بیارد و همین بنده خدا هم وارد دوزخ می‌شود. بنابراین اولین آدم‌هایی که دوزخ اسپانیده میشه یکیان قاری قرآن. خدا میگه تو چیکار کردی؟ میگه پروردگار در دنیا قرآن اذیت کردم، قرآن تلاوت کردم. خدا میگه که دروغ گفتی. برای تعریف مردم آوازش زیبا بوده است، مردم تعریف کنند و بالا برآورده‌اش اینا برای همین کرده، مکافاتت هم گرفتی، وارد دوزخ. همین گونه خیر کننده سخی هم اولین شخصیتی که وارد دوزخ میشه، برای اینکه داره رازگی خدا نکرده است. بنابراین باید بنده کوشش کند که از مردم چیزی نخواهد. اینها کی هستند؟ بنابراین بعضی علما گفتند که من عرف الناس اصطلاحا،
که مردم شناسد سانی از بها استراحت میکنند. کسی که از مردم رویت کنند برای رازگی مردم شده عملکرد مردم نمیشناسد که بودگی مردم و خدای هم نمیشناسد. اگر خدای میشناخت بنده های خدای میشناخت برای مردم شده کار نمیکرد. بنابراین خودنمایی برای مردم شده عمل کردن هیچ فایده هم ندارد، بلکه شرمنده میشه. پیغمبر خدا من را الله بهی، کسی خودنمایی کند در عملی صالح کند و برای دریافت رازگی مردم کند، خدا به مردم میداند که همین آدم ریاکار است. همین آدم برای خودنمایی میکرده که خدا دل مردم رو میداند است و مردم بعد میدیدن همون آدم هیچ فایده نشد در دنیا. ریاش اقل برای مقصد مردم شد، مردم هم باید تعریف نکرد بلکه طعنه زدن. بنابراین حضرت اقبال میگه مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. شخصای مسلمان از سر شریعت، سر سنت پیغمبر بیخبر، روی که مسلمان باطنی مشرک، مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام کعبه در نظر دارم بتخانه شد. در وقتش کعبه 360 بود داشت. امروز ببینید در گرد کعبه فقط آدم‌ها هستن عبادت خدا میکنن. باز این بیت الحرام بتخانه شد. چقدر بتخانه شد؟ حیوانات برفتن، بت‌ها برفتن، ما منات و لات و عزا شکستن پیغمبر خدا. باز کجا ما از منات و لات و عزا و هبل هر یکی دارد بتی اندر بغل. خداش در داخل دیلش هست، خودنمایی هست، با نیتی غیر خدا برای مردم شده عملهای صالح میکند. امروز بت نیست، هیکل نیست و در داخل خودش خدا نیست. اما عقوبت خودکار ریاکار چی است در آخرت؟ در دنیا که مردم بعد می‌بینند، مردم می‌بینند که خودنما هست، می‌بینند این ریاکار هست، می‌بینند خدا می‌داند است این مردم بی‌فایده. در آخرت خدا می‌گوید که من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. کسی که عملهای صالح کند و مقصدش رازگی دریافت دنیا و زینت دنیا باشد، ما در دنیا این چیزایی برای او می‌دهیم. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. این گونه مردمی هستند که در آخرت برای اینها غیر آتش دوزخ دیگر چیزی نیست. و حبط ما صنعوا فیها، کارهایی که کردن همش بیهوده می شود. و باطل ما كانوا یعملون، عملهایی که کردن، نمازهایی که خواندن، روزهایی که داشتن، خیراتی که کردن همش بیهوده است. آنها در آتش دوزخ می سوزند. این مکافات جزای شخص خودنمای و خودریاکار و شخصی که برای راضی الله کار نمی‌کند.